دیروز ازت خواستم فقط یک کار رو انجام بدی. شروع کنی. مهم نبود با چه کتابی. مهم نبود چه دوره‌ای. مهم نبود از چه اپلیکیشن یا کانالی استفاده می کنی. گفتیم از بین این چیزهایی که همین الان داری فقط یک منبع انتخاب کن. و امروز قرار نیست عوضش کنیم. قرار نیست بریم دنبال یک کتاب بهتر، یه دوره بهتر یا یه روش جدید. همون چیزی که دیروز انتخاب کردی رو بردار و فقط 10 دقیقه بخون. نه بیشتر. چون فقط هدف ما این نیست که در مدت کوتاهی کلی زبان یاد بگیریم. میخوام مغزت کم کم به یک پیام ساده عادت کنه. من هر روز 10 دقیقه برای یادگیری وقت میذارم. همین. ما فعلا داریم عادت شروع کردن رو تمرین میکنیم. اما امروز یک قدم جدید داریم. حالا که 10 دقیقه برای ذهنت وقت گذاشتی، میخوام 10 دقیقه هم برای بدنت وقت بذاری. نه باشگاه لازم داری، نه لباس ورزشی خاص، نه وسیله ورزشی و نه حتی یک برنامه تمرینی حرفه‌ای. فقط 10 دقیقه حرکت. حالا میپرسی چه حرکتی؟ هر چیزی که دوست داری. اگه دوست داری چند حرکت کششی ساده انجام بده. اگه فضای زیادی نداری توی اتاقت درجا بزن. اگه با موسیقی حالت بهتر میشه آهنگ مورد علاقت رو بذار و 10 دقیقه برقص. اگه میله بارفیکس توی خونه داری میتونی بخشی از این زمان رو با تمرین‌های مناسب خودت با اون بگذرونی و از میله بارفیکس فقط چند ثانیه آویزون بشی. میتونی چند حرکت ساده مثل پلانک انجام بدی. میتونی راه بری. میتونی حرکات نرم و ساده انجام بدی که بدنت باهاشون راحت باشه. حتی میتونی چند مدل رو با هم ترکیب کنی. مثلا چند دقیقه کشش، چند دقیقه راه رفتن یا درجا زدن و چند دقیقه یک حرکت دیگه که دوستش داری. انتخاب با توه. فقط حرکت رو انتخاب کن که برای بدنت مناسب و راحت باشه. ولی یک قانون داریم. امروز نمیخوام بری دنبال بهترین ورزش برای چربی سوزی چیه؟ کدوم حرکت سریعتر بدنم رو تغییر میده؟ چه برنامه حرفه‌ای تره؟ فعلا هیچ کدوم. یادت هست دیروز درباره زبان چی گفتیم؟ گفتیم بهترین منبعیه که باعث بشه شروع کنی. امروز هم دقیقاً همین قانون رو داریم. بهترین حرکت امروز حرکتیه که واقعاً انجامش بدی. اگر از رقصیدن لذت میبری برقص. اگر کشش دوست داری کشش انجام بده. اگر فقط دلت میخواد توی خونه راه بری راه برو. قرار نیست از روز دوم ورزشکار بشیم. قرار نیست 1 ساعت تمرین کنیم. ما فقط داریم به مغزمون یاد میدیم هر روز چند دقیقه بدنم رو حرکت میدم. شاید الان بگی 10 دقیقه ورزش که چیزی نیست. درسته و دقیقاً همین رو میخوام. میخوام وقتی به این کار فکر میکنی مغزت نگه وای الان باید ورزش کنم. میخوام بگه فقط 10 دقیقه است. انجامش میدم. فعلا دنبال سخت‌تر کردن نیستیم. اگه روزی رسید که این 10 دقیقه برات خیلی راحت شد بعداً با هم بیشترش میکنیم. اما نه امروز. امروز فقط میخوایم حاضر بشیم و انجامش بدیم. دیروز یه عادت داشتیم. 10 دقیقه زبان. امروز اون عادت رو کنار نمیذاریم. همون 10 دقیقه ادامه داره و کنارش فقط یک چیز اضافه میکنیم. 10 دقیقه حرکت. یعنی کل کاری که امروز برای خودت انجام میدی فقط 10 دقیقه برای ذهنت به علاوه 10 دقیقه برای بدنت. 20 دقیقه از 24 ساعت. همین. یه نکته خیلی مهم برای ادامه مسیر اینه که ممکنه فردا یا چند روز دیگه یکی از این کارا رو انجام ندی. اون موقع نگو خب خراب شد از شنبه شروع میکنم. نه. یک روز انجام ندادی روز بعد برگرد. هدف ما ساختن یک زنجیره بی‌نقص نیست. هدف ما اینه که یاد بگیریم بعد از قطع شدن دوباره برگردیم. این مهارت شاید حتی از خود عادت مهمتر باشه. پس بعد از این ویدیو 2 کار انجام میدی. اول همون منبع زبان دیروز رو باز کن. تایمرت رو روی 10 دقیقه بذار و فقط ادامه بده. دوم این که یک حرکت انتخاب کن. هر حرکتی که دوست داری و برای بدنت مناسبه. تایمر رو روی 10 دقیقه بذار و حرکت کن.
وقتی تایمر تموم شد مأموریت امروزت انجام شده. لازم نیست بیشترش کنی. ولی قبل از اینکه بری میخوام انتخابت رو همین الان انجام بدی. دیروز ازت پرسیدم با چی زبان رو شروع میکنی. امروز سوال من اینه، برای 10 دقیقه حرکت امروز چی رو انتخاب میکنی؟ کشش، پیاده روی، درجا زدن، رقص، پلانک یا یه چیز دیگه؟ فقط اسمش رو توی کامنت بنویس. امروز 10 دقیقه انجامش میدم و وقتی نوشتی دیگه فقط یک کار باقی میمونه. انجامش بده. امروز قرار نیست زندگیمون رو زیر و رو کنیم. فقط داریم یک قدم دیگه به دیروز اضافه میکنیم. روز اول 10 دقیقه برای یادگیری، روز دوم 10 دقیقه برای یادگیری به علاوه 10 دقیقه برای بدن. فردا یک قدم کوچیک دیگه بهش اضافه میکنیم. هر روز یک قدم.